با سلامی دوباره خدمت همگی شما عزیزان. خیلی از ماها ممکنه در طول زندگیمون سردرد رو تجربه کرده باشیم. خیلی از سردردها ممکنه حتی با مصرف استامینوفن ساده هم بهبود پیدا کرده باشه. اما یک سری از سردردها وجود دارن که در صورت ایجاد این سردردها حتما باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنیم. این سردردهای ثانویه به بیماری‌های خاص و خطرناک در بدن هستند که یک زنگ هشدار برای ما تلقی میشه. این سردردها چه سردردهایی هستند؟ مورد اول سردردهایی هستند که در طی ماه‌ها تشدید پیدا کردند. مورد دوم سردردهایی هستند که شروعشون متفاوت‌تر از سردردهایی هستند که فرد قبلا تجربه کرده. مورد سوم سردردهایی هستند که فرد ذکر میکنه این سردرد بدترین سردردی هست که تو کل عمرم بهش دچار شدم. این سردردها ممکنه شما را حتی از خواب بیدار کنن. این سردرد بسیار اورژانسی محسوب میشه، چرا که ممکنه SAH یا ساب آراکنید هموریج در مغز شما ایجاد شده باشه که در طی این بیماری باعث خونریزی در مغز ایجاد میشه و شروع برخاست‌های داره این سردرد. مورد چهارم سردردهایی است که در افراد بالای 50 سال ایجاد میشه. مورد پنجم سردردهایی هست که معمولاً با یک سری از تظاهرات سیستمیک و عمومی خودشون نشون میده، مثل تب، دردهای عضلانی و غیره. مورد بعدی سردردهایی هست که افراد با یک سری از تظاهرات نورولوژیک یا عصبی خودشون رو نشون میدن. مثل چی؟ فرد برفرض همراه سردرد دچار اختلال حافظه میشه، دچار اختلال بینایی میشه، دچار ضعف عضلانی و بی‌حسی در اندامها میشه. ممکنه حتی فرد دچار کاهش سطح هوشیاری و گیجی بشه، دچار تشنج بشه. مورد بعدی سردردهایی هستن که متعاقب ضربه به سر ایجاد میشن، یعنی فرد ذکر میکنه که یک ماه قبل سرم ضربه خورده و در طی این یک ماه یه سردرد مزمنی تو سر من ایجاد شده. مورد آخر سردردهایی هست که معمولا در افراد HIV مثبت ایجاد میشن یا افرادی که در معرض ریسک بالایی از ابتلا به HIV قرار دارن، مثل افرادی که معتاد تزریقی هستن یا IV دراگ ابیوزر هستن. امیدوارم این پست برای شما مفید بوده باشه. موفق باشید.